اومد رستم امالی اومد رفت تمام اومد رفت چی فایدهش چی از اومدن رفتن او یگون فایده شد برای مردم نه تنها یک فایده شد که عزت ما رو بردن تمام آزاد چرا میگن که دموکراتیا ما خیلی مرحمت در تلویزیون ترکیه 24 ساعت گپ دین هم میرود 24 ساعت سیاست هم میرود 24 ساعت از تیب هم میرود آزادی نمیست دیگه وقتی که یک روزنامه‌نگار یک معلم یک مثال دیگر اختصاصو در متخصصی خودش پیشروی کردن نتونه آزاد گپ زدن است کدام شهر کدام مملکت پیش میره شما فکر کنین بله سلام علیکم علیکم سلام صدای مردم است بله بله بار دیگه سلام علیکم برادر عزیز علیکم سلام اولا برای شما صبر و طاقت در این روزای وزنین که شما صبر و طاقت دارین از آینه دل میبینم تشکر بسیار زیاد که احسن که صبر و طاقت دارین شما من همیرا گفتنی هستم که اگر همون چوپلوس کیازی در آینه نیلگون گپ زد که مثال گیریم 6 فرزند داره و دیگه من در یک چیز حیران هستم اگر تو 6 فرزند داشته باشی باید چی خانه همسایه رو باید دزدی کنیم برای فرزندات او مثل که مثال بگیریم او 7 فرزند داره 8 فرزند داره دیگه باید خانه همسایه رو دزدی کنه یا دیگر رو دزدی کنه زندگی این خیلی نیست که اصلا منظوری او میدونی چی بود؟ منظوری او بود که خب حکومت رحمان رو برای چی پارچه زمین فروخت و یک بازی المپیاد دیگر که سال 1980 گذشت مثال آورد یعنی گفت که او مثال دروغ گفت اصلا سال 1980 یعنی حکومت روسیه او بازی را نفروخت اونجا مسئله دیگر بود یعنی من برای در آخر شرمت میشولو اون میخواست که حکومت روسیه پول فروخت بازی را فروخت و او پول گرفت برای مردم یعنی گندم خرید غذا داد یعنی این میگه که تاجیکستان حکومت رحمان رو مرز کشور فروخت در خیتای و پول گرفت برای زندگی مردم مقصد چی است من معنای گپش نفهمیدم بخشش من خودم معرفی نکردم من یکی از روزنامه‌نگارا هستم فعلا در خارج هستم مثال بگیریم مهاجر هستم وقتی که روزنامه‌نگار باشم شما خودتون میدونین بله من زیاد دیدم اول من فکر میکردم که نه جناب عالی یکی از بهترین ها هستن وقتی که از تاجیکستان تا بدخشان من رفتم من وقتی که میدیدم او کوهی مرمر میدیدم کوهی مثال بگیریم چیزایی را که من میدیدم تعجب آور بود برای من که اینقدر ما بایم که یکی از پیشترین از یک پیشروی ترین زندگی ما باید بکنیم میفهمین؟ بله نه که من در یک چی حیران میرم تو این درجه را آدمای بی‌سواد در زیر دستی از او ششتن که یک بچه او من گنرال میبخشید آدما سالهای میزنن سالهای جان میکنن که گنرال شوند لتینانت شوند مثال بگیریم یک گنرال شد اومد در وقت پندمی برای که یک کمک رسون امی یک قسمتی که عزتمون کرد یک قسمتی از او را نکرد تا این درجه او بی‌سواد هستن زیر دستی از او که آدم هیچ نمیفهمه من سالهای دراز در مسکو زندگی کردم دیدم سالهای دراز در تاجیکستان زندگی کردم دیدم تو این درجه را آدم بی‌سواد میشد است که شما یک بار ببینین در کجا در کدام مملکت ها در کدام چیزا که دخترو میبرن مثال بگیریم پیشواز میگیرن یا که دخترو جوان میکنن پیشواز میگیرن از ما یک عمر پیشواز میگیرن باید دخترو پس از چند روز میفهمی که او نیستن پس از چند روز میفهمی که یک دخترش گم شد اینا یا خود بسیار تعجب آور است که گپای هست که نمیشه که مثال بگیر همه او را در آینه نیلگون ما باید اشکار کنیم درست است نه که در یک چما بوتون گفته همون گپا تاجیکای ما که ما بوتون حیران میشم که تو این درجه رو زیر دست های از او بی‌سوادن که این بی‌سوادی را به خدا که اگر دانشجوی اگر کورس تیتور اگر بگوندیم سواد زیادتر از او باور کنیم سهمیه فروختن کجا شد سهمیه‌شون کجا شد ما وقتی که سهمیه میفروختن من دانشجو بودم فروختن گفتن اگر ما را سهمیه ما را اگر نخرین ما را امتحان رو دیده نمیشد کجا شد بسیار چیزای بسیار است که او جواب دادن نمیتونن
جواب داده نمیتونم، باور کنید. یک سوالو یک تمام منطق ندارن و تا این درجه را حیران میشم که چیزایی که من در تاجیکستان دیدم تا این درجه را من شهر دیگه آمدم حیران شدم که برای چی نمیتونم پرزیدنت ما این کار کردن نمیتونم. همینجا اپای عزیز برای ما یک سوال دادن که اگر شما اونقدر یعنی که وطن دوستین اونقدر شما میخواین از وطن دفاع کنید بیاین در داخل وطن گپ زنید. شما باعث همچه یک روزنامه‌نگار در همین سوال چی جواب داده میتونید؟ آیا واقعا در تاجیکستان فضا آزاد از یک روزنامه‌نگار، یک نفری سیاستمدار، یک نفری خب مستقل میتونه که چون یک برنامه داشته باشه؟ از نظر شما ببخشید اگر این همه یک سیاستمدار یک فاکولته روزنامه‌نگاری مطبوع را خلاص کردم. میبخشین اگر ما وقتی دو کلمه خود در روی روزنامه پهن کردن نتونم که فرداش بیان سر من چه میتونم که آزاد گپ بزنم؟ شما برای من اجازه بدین که من بتونم آزاد در روی روزنامه گپ بزنم. فردا طرف خونه من نیاین، شما نه مرحمت من گپ میزنم. در انتخابات شما پیش از انتخابات میبخشین چوپلوسا در پیش دروازه راستن که دایی آواز نده دایی آواز بده. یک کلمه گپی اگر ناجور زدی فردا میبینن که تلفنت کردن که تو برای چی گپ نویستی، تو برای چی گپ چیز کردی. ای انسان تو مرا آزاد بده من بتونم گپ بزنم. فشار نیار سر اولای من، فشار نیار سر میساب گریم فرزندای من میتونم که آزاد گپ بزنم. شما باید زیر دستتون یک بار زیر دستتون نگاه کنین که در ما زیر دست شما کی ها کار میکنن. بعد این سوالا رو شما بتین. میگم که یک آدمایی که بی سواد در میونه نلیگون میبرن یک کسی می چوپلوسش فروختک گندم خریدید خود یک بی سواد است. ببین یک بی سواد است. تا ببین دفاع کی را میکنی؟ دفاع از او آدمی میکنی، این دفاع او انسان میکنی. از وقتی که میبخشید گفتن که در چیز از افغانستان بسیار من همیشه شما را نگاه میکنم گفتن از افغانستان گریزه را آوردن. میبخشید وقتی که از افغانستان گریزه آوردن تنها در اوجا امام علی رحمانف نبود، کلن کارمندان پیوند در اوجا شرکت ورزیده بودن. در همان وقت من یکی از کارمندان پیوند بودم که هم در همونجا کارمندان پیوند هم در اون شرکت ورزیده بودن. برای چی درباره یو گپ نمیزنن؟ یک با امام علی این تاکد امام علی میبخشید اخی کرد ها درست نه که همون خانه‌ای میبخشید همون خانه‌ای که 20 منزله و 30 منزله کرده یک بار شما نشون بدین که یک کمبخل گرفتن از یک خانه چوبی گرفتن از سرکو گرفتن بردن در اونجا شینوندن. فقط دلیلش کو ما یک بار پرس کنفرانس از ورا من ندیدم. یک بار پرس کنفرانس مثال بگیریم رستم امالی چی شد مرشید یک بار پرس کنفرانس ورا ندیدیم یک بار پرس کنفرانس ورا که باید هر یک سیاستمداری که روی تخت مثلا روی منبر باید یک پرس کنفرانس بسیار بزرگ شود که همه سوالای مردم جواب گردانه، ال خصوص از مطبوعات و از آدمای مثال بگیریم غریب دیگه باید سوالا رو جواب بگردانن که بعد اجازت بگیرن که بعد او کار کنن. درست نه که ما یک پرس کنفرانسی رو ندیدیم. من در مثال بگیریم روزنامه‌نگارم بودم من ندیدم، در تلویزیونم کار میکردم من ندیدم. مثال بگیریم حاضرم ندیدم یک پرس کنفرانسی اومد رستم امالی اومد رفت تمام اومد رفت چی فایدهش چی؟ از اومدن رفتن او یگون فایده شد برای مردم؟ نه، تنها یک فایده شد که عزت ما رو بردن تمام. من در حقیقت حیران هستم که باز شرم نکرده سر شما فشار آوردن. به خدا برادر عزیز من اینقدر من میفخرم که مثل شما یک مثال گرین عرات خوب هستین، یک مثل یک باور کنیم سخنی نمیام برای من بسیار احسن که شما اینقدر بسواد هستین. نه که توی درجه میتونیم از نقطه نظر من میگم من میگم انسانی هستم شما میدونین که روزنامه‌نگار تو نبینه تو فقط دلیل نباشه هیچ گپ سخنی نمیزنه. من
من دیدم چه صبر و طاقت شما احسن به صبر و طاقت شما که این خیلی آدمای پست این خیلی آدمای بی سواد جوابشون شما خوب جواب میگردونید به خدای نه اگه کسی دیگه میشه بسیار کسایی میشه در جای شما شیشته نمیتونید سوالم جواب گردانه نمیتونید سلامت باشین عزیز یک سوال دیگه در ذهنم اومد چون زیاد با مردم در صحبت هستیم در این پخش‌های زنده خب کسایی که از رژیم رحمانوف دفاع میکنن خب مسئله مهاجرت اگر ما گپ زنیم خب میگه کسانی که دانش ندارن نخوندن مهاجر شدن از نظر شما آیا واقعا مهاجرت تاجیکی ما که مهاجرت تاجیکی است آیا فقط کسانی که دانشگاه نخوندن مکتب عالی نخوندن یا که مکتب میانه نخوندن مهاجر هستند یا که ما طبقه‌های گوناگون داریم در مهاجرت مثال بگیریم ما درباره یگان کسی نمیگم مثال بگیریم یک کسی را زیر مثال بگیریم میگم گپ کبیرم نمیزنم شخصا من مثال من روزنامه‌نگار هستم در تلویزیون کار میکردم خب در تلویزیون کار میکردم یک برنامه من 50 سومون خب 50 سومون برای یک منتج کردن من باید 6 سحر بیام وقتی من برسد چند دقیقه من منتج کنم خب درسته 50 سومون من صاحب مثلا بریم فرزند هستم من در مابین یک ماه 4 برنامه کنم مثال بریم چند میشه 200 سومون 200 سومون در 200 سومون آیا من روز برده میتونم؟ نه روز برده میتونم؟ نه البته نه بیچاره مجبور شدن که مثال بگیریم اونا مجبور شدن که مهاجر شدن یکم مثال بگیریم امروز это второй мое образование яком образование من اندوولوگ هستم شرق شناس هستم از روی چی رفتم از روی университет ما روش بردم و دانشگاه را ترک کردم رفتم از روی که من پدر نشم مادر نشم университет خونه نمیتونستم امکانیت نداشتم سر ما فشار آورده بودن برای چی برای که مادر مرا ماشین زد ما وقتی که رفتیم مثال بگیریم گنرال پروکورور دیگه رفتیم سر ما فشار آوردن اگر امنیت میشید اگر مثال بگیریم ما اگر پولدار میشیدیم سر ما فشار نمی آوردن کار ما رو پیش میبردن مهاجر برای چی رفتن اینا خیلی آدمو به یک ارزو هوس رفتن داخل شدن یکی مجبور شدن که مهاجر شون یا که سرشون فشار آوردن یا که مثال بگیریم بیچاره خواندن دیگه نتونست برای چی خواندن نتونست همه جا پول است او معلمی بیچاره را 800 سومون در یک مولک میگیره در 800 سومون میتونه زندگی شب پیش ببره او را هم فهمیدن ممکنه این جناب اولیتا زندگی مردم یک کمی بالا رو کنین دکتراش هم پول بتین امنیت هم پول بتین مکتب هم پول بتین университет هم پول بتین معلماش هم پول بتین که زندگیشون پیش برن همه دوست شدگی در اوجا از روی چی؟ آیا یک نفری که اگر امروز ما اخبارهای تاجیکستان نظر بکنیم در تلویزیون‌های کار میکنن در یک معروضه یک برنامه‌ای که دارن اگر که 10 دقیقه باشه 300 بار جناب عالی پیشوای ملت میگن آیا معاش اونها هم 300 سومون است یا که دارن کدام درآمد دیگر نظر شما چی است اگر که مثال بگیریم ما که ما در تلویزیون کار میکردیم برای شما چه خبرم اگر ما بسیارتر میگفتیم جناب عالی ممکن اونجا توزیع کار میکردیم پس فهمیدیم یک نقطه پس است میگه اگر شما که میفهمم فهمیدین بله این آدم میگن که شنیدن که باید دیدن وقتی که ما دیدیم که برآمدیم از ما شرم از دید دور خودمون برآمدیم اگر زندگی مثال بگیریم یک از خانه‌اش آباد باشه هیچ از وطن خودش نمیبره مثال بگیریم از خانه آباد خودش نمیبره بیرون مهاجر شوه که ببخشید ما کجای رویم هر جایی رویم برای ما مهاجر بسیار گپای سخت است هر جایی که ما رویم گپی سخت تنبه میزنه از امو دولت بسیار پیشرفته هم باشه یک از ما رو مهاجر میگن دل ما رو سخت میرسه ما رو علم میکنن ما خواندیم جان کردیم ما مثال بگیریم در امتحان ما پول ندادیم شما میدونید که وقتی که ما میخواندیم من 46 ساله‌ام وقتی ما میخواندیم ما تا سحر درس میخواندیم تا سحر سوال و جواب میکردیم که ما فردا بتونیم بخوان امتحان سپرده درست نه بله حاضر شده که مثال بگیریم ما
ما او را فهمیدن میتونیم، حساب کنیم این معلم را فهمیدن میتونیم، دختران فهمیدن میتونیم. میبخشین اگر که همورم اولی که خوب بگیرن برای چی و دیگرو پول بگیرن؟ نمیگیرن. برای که کافی است هم اولی که دادگیشو. میبخشین خانه شما آباد باشه شما نمیگریزین، خانه همسایه نمیروین. میگم برای چی خانه همسایه برم؟ همون مهاجری بیچاره از ناچاری خودش از هم دولت ترک کرده، خانه اخت ترک کرده رفته یک جای دیگه. میبخشید من برای یک مقاله که کوچیک نویسم چند بار سر من فشار آوردم. میبخشید اگر من مثلا بگم در 3-4 مقاله نویسم که تماما یک روز دوی وضعی نمیدیدم. میفهمید؟ بله. ما در همین حیرانیم که آخه رژیم حاضره، رژیم چی؟ این رژیم هم گفتنی گپ نیست، این رژیم نیست. هر کسی در زیر دستی مثال بگیریم یک کارای میکنن یک بار در تلویزیون نمیبرن که نمی آدم اینمی کار کرد، نمی آدم نمی کار کرد. ببخشین شما به کاری او را نشان بده، عملی او را نشان بده. در کدوم پرزیدنت شما ببینید که این نویرش ایقا گرفته است، بچه‌ش ایقا گرفته است، ای بس با خدا که ای بس کارای هست که آخه دمی زبان گرفتن حجت نیست که من میشرمم و گپا را بگم که بعد شما خودم دیدم. شما خب عزیز شما را گرفتم. یک سوال دیگر داشتیم البته مثلا مورد چنین صحبت ها لازم است چون ما از اول برنامه داره دعوا داریم، فقط بحث داریم. کمی یعنی صحبت آرام هم بسیار برای یک انسان فایده هم داره. شما که خب از تاجیکستان مهاجرت شدین روسیه، از روسیه در کشورهای اروپایی زندگی میکنین. قیاس بکنین مهاجرتی ما در روسیه و یک مهاجر خارجی، مثال مهاجر ترک، مهاجر ایرانی، یک مهاجر یک کشور دیگر در آلمان یا که در سوئیسرا یا که در اروپا، در یک کشور اروپایی فرق کننده است یا که همه مهاجرت یک است؟ نظر شما؟ نه فرق میکنن. شما فکر کنین مثال بگیریم در کشور اروپا در کشور اروپا مهاجرای ما در مهاجرای از کشور اروپا کجا میبینین؟ تنها این توریستا رو میبینیم. کدامی که کارهای دیپلماتی دارد. درسته؟ کارهای دیپلماتی دارد. مثال بگیریم مهاجرای ما از اروپا و از دیگر جا یک دانشجوی مثال بگیریم یک دانشجوی اروپا رو ببینین شما، یک مثال بگیریم زیر دست جنوب عالی را ببینین چقدر سواد دارد. باور کنید سوادی از او را ببینین شما چقدر سوادی که دانشجوی اروپا دارد اونقدر سواد اما زیر دست اون ندارد. یا مشاور پرزیدنت ها اندازه سواد ندارد. باور کنین ندارد. شما فکر کنین اگر مثال بگیریم ترکیه، دور نمیریم، ترکیه، درست؟ ترکیه در اینجا مثلا در ترکیه مسجداش آزاد، مرد میرود زن میرود. خب در اینجا مثال بگیریم دت کار ندارم، تا ساتر میپوشی، حجاب میپوشی، مثال بگیریم لخت میگردید، کس دت کار ندارم. درست؟ دانشجوش اگر که مثال بگیریم همون استادی برای او خوش نامد فرداش میخزن تصورات میکنن او استاد میگیرن از اونجا میبرن. درست؟ فرق تاجیکستان ما چی؟ از ما هیچ باور کنین هم کورسای ما که بدن هم کورسای که ما بدن میگن اپا ما که ما مثال بگیریم دویم ابرزوانیم که بد میگن اپا ما جایی که زندگی میکنیم در همون محله معلومه در همون رایون ما ترانسپورت نیست بگرده. باور میکنین؟ شما کمتر شجاعت داریم بیاین بریم یک فیلم برداریم یک چیز کنیم. شما آدم دلش میسوزه. وقتی من خودم رایون گلیستان رفته بودم برای روزنامه‌نگاری آدم ها آبی ندارم بخورن. شما باور میکنین برادر؟ بله. من یک انسانم که تو با چشمای خودم نبینم نمیتونم در زبان آورد. آدم ها آبی ندارم بخورن، آب جوبور میخورن. باور میکنین؟ شما آب جوبور میگیرن، چای میجوشنن میخورن. اینا رژیم حاضره ما، یکی رژیم حاضره ما. حتی همو رئیس محله که مثال بگیریم یک بی سواد است برای همو یک کمک میارن میتونه همو کمکش دو خانه ده میته دیگرش همش پسندازی خودش میکنن.
назорат در کجاست؟ از جهت دانشجو سطح پست از ما فعلا است. باور میکنین؟ یعنی حتی همون یک رئیس محله از همون مسئولیت خود استفاده میبره. استفاده میبره. از اون مسئولیت خودش استفاده میبره. یک میبخشین ما وقتش که میخوندیم درس میخوندیم مثال بگیریم سالای اینا مثال بگیریم چند بود؟ 19 قریب 10,000 بود مثال بگیریم. بینی او روزو رو عزیز فرق نیست تا حاضر چقدر شده. آزاد چرا میگن که دموکراتیا ما خیلی مرحمت در تلویزیونی ترکیه 24 ساعت گپ دین می رود، 24 ساعت سیاست می رود، 24 ساعت از تیب می رود. آزادی نمیست دیگه. و آزادی نیست که مثال بگیریم بیچاره دانشجو یک بار بخیزه بگه که معلم شما این کار شما شخصا مرا از اونیورسیتت خارج کرده بودن. برای چی؟ برای یک سوال دادگی. باور کنین خارج کرده بودم دوباره رفته بودم خوانده بودم. من چی سوال داده بودم که ببخشید شما پروپاگاندا رفتید مبین کلوبیا و پومیرو یادتون باشم بدخشانی یادتون هست نه؟ اما وقتا همون وقت استاد ما برای ما میگفت که شما نمیدونین که پومیرو اینی خیلی کردن، پومیرو اینی خیلی کردن. تنها من سوال دادم استاد شما حق ندارین این گپ بزنید برای که در اینجا بدخشانی هم هست، مثال بگیریم زرافشانی هم هست، درست کلوبی هم هست. شما پس شما فکر نمیکنین که پس همین درس لکتش ما ممکن یک جنجال کنیم، یک خونریزی کنیم. و پدانات ما از اونیورسیته پیش میکنم. گفتم اگر ما حق باشم مرحمت مرا پیش کنیم، اگر شما حق باشم من شما را پیش میکنم. من خارج کرده بودم و دوباره رفته بودم بخونده بودم. این شما فکر کنین اگر چه خیلی ما گپ آزاد گفتن نمیتونم. ما آزاد بتونم گپ زده که همون مثال بگیریم فنی که من میخوانم اختصاصی من بخوانم پیشروی شوم. وقتی که یک روزنامه‌نگار، یک معلم، یک مثال بگیریم دیگر اختصاصو در متخصصی خودش پیشروی کردن نتونه آزاد گپ زدن است، کدام شهر کدام مملکت پیش میره؟ شما فکر کنین؟ درسته؟ سلامت باشین. افا تشکر زیاد. تشکر برای شما زیاد که وقتتون برای ما دریغ نداشتین. برای شما را صبر کامل بسیار ارتری خوبین، بسیار روزنامه‌نگار خوبم هستین. تنها شما یک التماس، یک خواهش که اما شما اهمیت ندین. بسیار شما عصبی میشین. ما در اینجا خودم ارتر هستم، خودم روزنامه‌نگار هستم، همین روزا را از سر خودم مسافرین گذرانندگی هستم. تنها صبر. تشکر زیاد. ان شاء الله در برنامه‌های دیگر ما را همراهی میکنین و نظرهای خودتان نسبت به بعضی قضیه‌های مثل شما و خودم من میفخرم برادر عزیز. من شما را میفخرم که مثل شما یک روشن فکر، مثل شما یک مثال بگیرم وطنداری هست داریم که مثال بگیرم سخنهای خودش روشن میتونه گفته دلیل خود داشتن نمیتونه. من میفخرم راستیم. برای شما بالا قولای بلند آرزومندیم. انشالله سلامت باشید. خدا نگهبان برای کار. و در برابر صحبت افای عزیز ما از تمام روزنامه‌نگاران، تمام روشنفکران وطنی که امروز خارج در وطن قرار دارین، برادران ما که دیدگاهتان فرق کننده است، واقعا از یک نفری که میبره از رحمانوف دفاع میکنه هیچ یک مسئولیتی نداره، هیچ یک صحبت علمی و یک بحث خوبی کردن نمیتونه. من خواهش میکنم زیادتر شما داخلی پرتر شدین، زیادتر شما حرف زنین. واقعا زیاد سخنان رای افای عزیز گفت که مردم نیاز دارن به گوش کردن این چیز. گرچند خیلی آرام، خیلی آرامانه گپ زدیم، اما داخل این صحبت ها پر از دردها خفته بود، داخل این صحبت ها پر از پیام های خفته بود و زیاد خواهش میکنم که باید که ما همون پرده کبر، پرده غرور، پرده نمیدونم من روزنامه‌نگار من در یک پرتر کار میکنم یا من در سیاست چی کار دارم، من باید ما کنار بگذاریم. ساعتی رسیده است که عضو این ملت، مردم تاجیکستان زیر یک چتر، زیر یک بگیم دسته یک جا باشیم تا مبارزه ببریم، آینده وطن بسازیم. فردا فرزندان ما و شما از ما سوال میکنه، واقعا سوال میکنه
و ما امروز کم نیستیم در خارج کشور. بغیر از مهاجرت مهنتی اگر ما بگیریم یک شهروندی عادی، زیاد روزنامه‌نگاران، زیاد روشنفکران، شاعران، نویسنده‌ها، عالمان، سیاستمداران، سیاستشناسان بسیاریم. پس بیاین در منبرها بلند شوین. اگر اشتباهی در ما میبینین، کمبودی میبینین، شاید از فهمش سیاسی، از فهمش اقتصادی، از فهمش هر چی روزنامه‌نگاری که نباشه، پس جای ما رو شما بگیرین، شما حرف زنین. اگر در جای اشتباه میکنین، شما بیاین در بری ما بستین که برادر، دادر، اکا، در این نقطه باید این خیل باشه. سیاست دولت باید چنین باشه. یعنی وظیفه شما را هم هست، مسئولیت شما را هم هست. شما حق دارین که اگر منبری ما براتون درست نیست که ما خیلی شاید تند گپ میزنیم، خیلی باید سخت گپ میزنیم، شدید گپ میزنیم، انتقادی سخت میگیریم، شاید برای بعضی ها قصه نمیبیو. پس منبرهای دیگر بسازین، برنامه دیگر بسازین، مردم مهم بفهمین اصل زندگی را. زندگی چیست بفهم. لااقل همون زندگی که در یک کشور اروپایی دارین، فرق کننده چگونه است، یک کشور چگونه ساخته شده است، لااقل ببرین بگین که ای مردم، ای عضو این ملت، عضو این مردم تاجیکستان، زندگی فقط یک کس پرستش کردن نیست. زندگی تنها آب و نان و خانه نیست. کشته ما رو دیدن ندیدن دیدارها. ما زیاد چیزا رو ندیدیم. حالی ما هم تو یک تاجیکستانی زیاد چیزایی رو ندیدیم. ما فقط یک شاه، یک رحمانوف دیدیم، یک همون چی میگن خرشپولی که در باغ‌ها برای باغ انگور میبندن که تا پرنده انگور نخره دیدیم. مردم نزدش سجده میکنه، از او یک آفریدگار ساختن، نمیدونم از او یک چیزایی ساختن که ارزنده همون چیز نیست. همون خاطر من باز هم خواهش میکنم که در این مسئله بی‌طرف نباشیم.